بسم الله الرحمن الرحیم. عید سعید قربان و سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی را به همه ملت عزیز ایران اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تبریک میگویم و به این مناسبت از تلاش‌های نمایندگان خصوصاً رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر قالیباف در راه اعتلاء کشور قدردانی می‌کنم. مجلس شورای اسلامی اساره ملت، مظهر مردم سالاری دینی و رکن قانون و قانونگذاری در جمهوری اسلامی است که نقش مهمی در اعمال اراده مردم دارد. اکنون با سپری شدن 3 ماه از دفاع مقدس سوم، عیار باطنی و جوهره مردم ایران در ایمان و امید و عمل به دوست و دشمن ثابت شده است و ارتقاء تراز مردم ایران جلوه‌ای خیره کننده از اساره فضائل ملت را به منصه ظهور رسانده است. از آنجا که نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد، مقطع کنونی نقطه عطف جلوه بعثت مردم در نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است تا نقش آفرینی و انجام مسئولیت خود را در تراز ملت مبعوث شده تنظیم کنند و با کار و ابتکار مضاعف قانونگذاری و نظارت را در مسیر ریلگذاری آینده ایران اسلامی تسریع و تعمیق نمایند. در این میدان جهاد صندلی نمایندگی به مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور قلمداد می شود. لذا شایسته است نمایندگان ملت با اتکال به عنایات حضرت حق جل و علا و توسل به سرور و مولایمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با پاسداشت خونهای پاک شهدای مظلوم 2 جنگ تحمیلی آمریکای صهیونیستی و در رأس آنها رهبر عظیم الشأن شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف به طور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه مقننه در مسیر نوسازی شایسته کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم، خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلاء فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت زدایی همه جانبه مصروف کنند. بر این اساس لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده سازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده نشانه‌های واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطق‌های خود می‌توانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند. از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوه مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در سال 1405، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه 7 پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی 2 و 3 را در دستور کار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند. برای ایفای نقشی در تراز ملت مبعوث شده، مقدمات و الزامات گوناگونی نیز مورد نیاز است که در این مجال مختصر صرفاً برادران و خواهران گرامی را به مطالعه دقیق و جدی تفاصیل فرمایشات قائد عظیم الشأن شهید اعلی الله مقامه الشریف در دیدارهای سالیانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص سالهای اخیر که واجد ارزش تجربی و عملیاتی مهمی است توصیه می نمایم.
طبیعی است که رعایت تقوای فردی در تضمین مراعات آن راهنمودها و انجام صحیح وظایف خطیر در برهه حساس فعلی نقش اساسی دارد و تشخیص صحیح اولویت‌ها، آرای مبتنی بر مطالعات و مشورت‌های عمیق کارشناسی، زیست مردمی و ارتباط گسترده با مردم، فساد ستیزی همه جانبه، ترجیح منافع ملی و مطالبات عمومی بر نیازها و منافع جناحی و گروهی و منطقه‌ای، توجه به دیپلماسی پارلمانی، شجاعت و اعلام مواضع شفاف و مقتدرانه در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبران و توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان در زمره این الزامات است. از جمله مصادیق تقوا رعایت نعمت عظیم وحدت ملی و انسجام بی‌بدیلی است که حول پرچم ایران اسلامی به ملت بعثت یافته ارزانی شده و در زمره مهمترین عوامل ظفر در مقابل شیطان بزرگ می باشد. شکر این موهبت اهتمام آحاد ملت، خصوصاً نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس، به صیانت از این وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی است. طرح و نقشه کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملت است و لازم است تک تک جانفدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند ان شاء الله. برای شما در وظیفه بسیار سنگین نمایندگی ملت شایسته ای که در مقابل ظلم و تجاوز ددمنشان و پلیدان دهر سینه سپر کرده و تاریخ را به سمت صحیح خود هدایت می کند، آرزوی توفیق دارم با امید اینکه دعای سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مؤید و مسدد و جلب کننده توفیقات الهی برای شما عزیزان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 7 خرداد 1405.